این سایه به هر فرم چشمی میاد. پس اگه هنوزم مشکل داری تو تشخیص فرم چشما تا آخر ویدیو نگاه کن چون به دردت میخوره. من نگینم و اینجا دانشگاه میکاپه. برای اینکه بتونم به راحت ترین روش بهت یاد بدم این سایه را از چسب استفاده کردم. به مشتری میگم روبرو رو نگاه کنه و با زاویه دلخواه چسب رو میزنم. از رنگ قهوه‌ای سوخته پالت مای میکاپ هم استفاده میکنم و اونو پشت پلک با براش زبون گربه‌ای میزنم. نکته این کار اینه که باید براش رو به سمت داخل بگیریم و رنگ رو به سمت داخل بذارید و محو بکنید. اصلا نباید به سمت ابرو رنگ رو بکشین چون حالت لک میگیره به خودش. این سایه رو به صورت گرد هم میتونید کار بکنید ولی به صورت کشیده باعث میشه که هم پف پلکو بگیرین هم چشمو به سمت بیرون لیفت بکنید. با همون برش زبون گربه‌ای روی مرز رنگم میکشم تا بتونم رنگو به صورت یک نواخت پخش بکنم و محوی رو ایجاد بکنم.